عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان کانال شاهسنگ فارسی. سعید هستم. خوشحالم که خدا توفیق دیگه به ما داد تا بتونیم باز در این ویدیو در خدمتتون باشیم. اصلا خدمتتون که این ویدیو یعنی این چند ویدیو اخیر به همت شما و الحمدلله و با پشتیبانی کانال شاهسنگ فارسی از شما ترتیب داده شده. به هر حال این ویدیو خودتونه و ما کسایی که به هر حال برای ما ویدیو ارسال کردن تا جایی که ممکن بوده ویدیوهایی که مفید بوده رو ما گلچین کردیم و به هر حال تو کانال آپلود کردیم تا دیگران هم ببینن و بدونن که شکار شهابسنگ کار سختی نیست. تنها با استفاده از چند المان و چند فاکتور ساده و به ذهن سپردن اونها ما میتونیم یک شهابسنگ یا حتی شهابسنگ شناس بشیم. و اینکه پشت کار داشتن مهمترین اصل در هر کاریه و داشتن فکر مثبت و ما اگه بخوایم میتونیم. در این ویدیو از شما دعوت میکنم به ویدیو ارسالی دوست عزیزمون حسین از کرمان که زحمت کشیدن در واتساپ برای ما ویدیو ارسال کردن توجه کنیم و با هم به تماشا بشینیم. شما هم اگه ویدیویی داشتید میتونید به شماره من در واتساپ ارسال کنید و لطفا گوشیاتون رو افقی بگیرید تا مثل ویدیو حسین نشه و در خدمتتون هستم. دعوت میکنم که ادامه ویدیو رو با هم شاهد باشیم. مرسی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه دوستان عزیز کاوشگر و همه عزیزانی که تو زمینه شهابسنگ فعالیت میکنن و یا خلاصه به هر طریقی علاقه دارن. امروز تاریخ 3/2/1403 با اجازه شما اومدیم یه گردشی بکنیم و شاید خدا خواست حالا به هر نحوی شانسمون به قول یکی از دوستان 1/1000 بود و یه شهابسنگ دیدیم. اینجا قبلا یه بارش شهابی اتفاق افتاده. من خدمت آقا سعیدم عرض کردم و فیلماشم واسه شون فرستادم. چند تیکشو جمع آوری کردم. یه قسمت رودخونه این پایین قسمت هست، قبلا رودخونه بوده، الان آب جریان نداره. خب بارش وقتی دوستان اتفاق میفته، اون شهابسنگ که وقتی داره سقوط میکنه بعضی دوستان اشتباه میکنن، میگه مگه تو رودخونه میشه؟ این که نیست بگی شهابسنگ میگه اینجا که آبه، نه حالا چون آبه من اینجا فرود نیام، نه اینجوری که نیست. من چند تیکه شهابسنگو حتی فیلمشم واسه آقا سعید فرستادم، تو رودخونه دیدم. این رودخونه حالا شاید زمانی که این بارش اتفاق افتاده آب در جریان بوده، شاید همینجور خشکیده بوده. این نمیشه که بگی حالا چون رودخونه است اینجا شهابسنگ نیست. نه دوستان، بارش وقتی اتفاق میفته همه جا یکسان اتفاق میفته. حالا چه تو بیابون باشه، چه تو کوه باشه، چه دشت باشه. این که میگن تو کویر بهتر پیدا میشه، آره، چون تو کویر خب سنگ کمه. حالا یه سنگی هم اگه شما ببینی اون علائم رو داشته باشه احتمال میشه شهابسنگ باشه. من چون این مدت ویدیو بالا میره با اجازه شما ویدیو رو قطع میکنم. رسیدم انشاءالله اگه خدا خواست یه شهابسنگ رو دیدم، ادامه کلیپ رو براتون میگیرم. 2000 years later. اینم حالا یه قطعه کوچیکه اما خب
بله اینم تقدیم نگاه زیباتون. خب دوستان عزیز، اینم ادامه ویدیو. اینم یه قطعه دیگه. بله بله شهاب بسیار زیبا. خب همینجور که میبینین زمینم خیسه، بارونم باریده. بله اینم یه قطعه دیگه ببینید. بله یه شهاب سنگ بسیار زیبا. اینجا بارش اتفاق افتاده دوستان عزیز. بارش هم وقتی اتفاق میفته خب معلوم نیست دیگه چه تعداد. خب اینم تقدیم نگاه زیباتون و آقا سعید گل. امیدوارم این لحظه قسمت همه دوستان کاوشگر بشه. با اجازتون خدا نگهدار. احترام حضور همراهان عزیز، شهتاک هستم از پیج شهتاک دانش. در اینجا ما سنگی رو داریم که در زمینه شهاب سنگا و در گروه بندی جز گروه شهاب سنگای سنگی آهنی قرار میگیره، پالاسایت یا پالاسیت یا به گویش بعضیا پالازیت. خب خیلی از عزیزان فکر میکنن که پالاسایت یا پالاسیت باید حتما میزان جذب آهن ربایی حدود 30 تا 50% داشته باشه. اما عزیزان این بستگی داره به این که میزان آهن نیکل داخل این سنگ چقدر باشه. اگر هر چقدر که میزان آهن و نیکل در این سنگ در شهاب سنگ‌های پالاسیت بیشتر باشه، خب طبیعتاً وزنشون بیشتره، چگالیشون بیشتره. اما اگر کمتر باشه دارای چگالی پایین تری هستن.